میدونستید رابطه هایی که کوتاه مدت و عمیق بوده و یه دفعه قطع شده اثرات روانیش خیلی بیشتر از رابطه های بلند مدتیه که تموم شده؟ چون توی رابطه های کوتاه مدت شما عاشق واقعیت طرف مقابل نیستید. شما عاشق اون ویژگی هایی هستید که توی ذهن خودتون ساختید. چون زمان کافی برای شناخت طرف مقابل و دیدن عیب و نقص های اون طرف نداشتید. به خاطر همین ذهنتون از اون فرد کاملا ایدئال ساخته بوده و در واقع شما سوگوار یه رابطه واقعی نیستید. شما سوگوار یه فانتزی هستید که تو اوج خودش تموم شده. توی رابطه های کوتاه مدت چون احساسات شدید میشه و یک دفعه به پایان میرسه، شما دچار یه شوک روانی عمیقی میشین. درست مثل این میمونه که مواد مخدر رو از یک فرد معتاد قطع کرده باشن و خماری عاطفی که به فرد دست میده خیلی بیشتر از رابطه های بلند مدتیه که به مرور تموم میشه. در واقع توی رابطه های کوتاه مدت شما نگران اون آینده‌ای هستید که تباه شده و دزدیده شده.